قهرمان نوبتی برنامه به معرفی آنقدر زیاد احتیاجی ندارد، زیرا با زبان آوردن اسم یکی از نطاقان ورزیده، کارمند شایسته تاجیکستان منیر حکیمова، علاقه سیمای زیبا، آواز مرغوله‌دار و شخصیت خیلی حلیم و خاکسار و مهربان پیش نظر هر نفر پیدا می شود. منیر حکیمova را ما در جای کارش در کاخ فرهنگی جامع پیدا نمودیم. با وجود سرکاری با صحبت راضی شد. از رادیو و تلویزیون می‌ندار است که برای معرفیش به مردم خدمت کردند. بیش از همه گمان میکنم که هم تلویزیون هم رادیو معرفی بهترین را برای مردم کرد. مرا شد یک مکتب بزرگی است و اگر من از خردسالی از سن 6 سالگی در ترجمه فیلم ها در دوبلاژ اشتراک میکردم و رفته رفته این مکتب بزرگ رادیو زبان مرا صیقل داد و تمام برنامه هایی که در رادیو از طرف کارگردان ها محرران پیشکش میکردند من با یک مسئولیت بلند آن را بهر مردم پیشکش میکردم. اول خودم درک میکردم، از خود میکردم و بعد به مردم پیشکش میکردم. برای من تمام برنامه ها، چه برنامه های سیاسی، چه برنامه های اقتصادی، برنامه های فرهنگی، موسیقی برای من خوش می آمد. برنامه ها رو دوست می داشتم. از این خاطر همیشه کوشش می کردم که اگر نطاق شوم نطاقی پیش صف شوم، نطاق شوم، نطاقی که به مردم با لفظ خوش تاجیکی حیات را، تقدیر مردم را، اگر برنامه ها را ما پیشکش می کردیم درباره یگان چهره، باید آن طرز کشایم که مردم با چشم دل نگرند به اون شخصیت. اصلا رو آوردن به سینما و سپس به رادیو و تلویزیون برای منیر حکیمova به سبب نبود. چون پدر و مادر در کینوستودیوی تاجیک فیلم فعالیت می‌نمودند، از خردسالی گویا منیره در این درگاه به پای رسید و قدم‌های اولین خود را به پیشه آینده گذاشت. پدر بزرگم که زیاده از 40 سال در کینوستودیوی تاجیک فیلم به حیث کارگردان تهیه‌گری فیلم‌های حجتی دکومنتری بودند، نرزالله تلایف، کارمند شایسته تاجیکستان و مادری مهربانم در کینوستودیوی زیاده از 35 سال در تهیه فیلم ها، جابجا کنی کادرها، یعنی منتاژور فعالیت کردند. از همون سبب که من هر روز با آنها در این درگاه پرمقدس کینو سینماگران قدم رنجه می کردم با پدر و مادر خود. انا همون لحظه ها شاید که مهر در دل من جا گرفته باشد. من در سن 1.5 سالگی در فیلم زمرد، دختری زمرد رو به پدر و مادری من تکلیف پیش آمد که من ثبت کنم و مرا به این نقش دعوت کردن. این خالت گلچین، این تقویت جلیل. تقوی تو زوریه؟ حالا شکایت ندارم. ترساچک نیستی؟ تا حال مرا هیچ کس اینطور نگفته است. پس کرباس رو پیش کن. با دستت نشون نده، خوب نیست. وقتی خوب شد دخترکم بخواب. بیرو کرباس، بیرو براباس. با خوبی دلو رو خلال نرسون. دور شو کرباس. او رفت؟ البته رفت. بیخواب او هیچ گاه بر نمیگردد. بخواب. الکانی نور چشمات من که قربانت شوم تا سحر پهلو به پهلو یت نگر بانم شوم.
از همون رفته شاید که با بزرگان که سر و کار داشتم دعا داده بودن که در جاده صنعت فعال باشم، در جاده صنعت راهی خود رو یابم و رفته رفته در سن 6 سالگی حالا در باغچه بودم، مرا از باغچه گرفته به کینوستودیوی تاجیک فیلم آورده، در دوبلژ ها در نقش کودکان آواز مرا ثبت می‌کردند. با ترجمه فیلم های تاجیکی که به کینوستودیو دعوت میشد، البته مکتب خوبی نطاقی یا سخنگویی در همونجا آموخته است. ترجمه کردن فیلم ها از روسی یا که از دیگر زبان به تاجیکی، هنرمند آن کسی که با سخن سر و کار دارد بسیار خوب میپزاند، یعنی که استاد میشود. اونجا یگام حرف خطا باید که نباشد و خیلی استادهای شناخته در ترجمه فیلم ها کار میکردن و منیره بانو مکتب خوب از بر کرده است. اول همون دوره سویتی به فیلم های بچگانه از اتفاق سویتی می آمد، همون با اشتراک میکرد. میده بود، دختر چیاش. بعد آساسه کلان شد و بعد انا دیده که رولای کلان زنانه بچگانه من با یک چیزش مقوم که وای میتواند هر خیر آواز کند. قدم های منبعده منیر حکیم و به رادیوی تاجیکستان پیوندند. محض در این مکان منبع توانست از خود درک دهد و مهارتش صیقل یابد. علی عبدالخالق زاده به من تکلیف کردن که یک آواز خود را در رادیو سنجیدن لازم بسنج و من با تکلیف همین مرد به رادیو تشریف آوردم. در خواندن برنامه های بدیعی اشتراک کردم. بعد تکلیف پیش آمد که شاید که نطاق رادیو شوی. وقتی که به رادیو به این مکتب بزرگ سخنوری مرا دعوت کردند، پیش از همه وقتی در طول 1-3 ماه اول مرا سنجیدن، لیکن یک باره درجه 1 را به من دادن، نه 3 نه 2 1 را دادن که البته از تمام طرز خواندن برنامه ها من برآمده توانستم و خرسند از آن هستم که وقتی که سرمحرران و محرران برنامه ها به نزد اتاق نطاقان تشریف می آوردند، از من می پرسیدند که امروز من هستم یا دیگر نطاق است و کوشش می کردند که بیشتر به من برنامه ها رو دهند. آواز بسیار که خوش داشت و آواز بسیار مهین و دلنشین که داشت و زود به دلها جا شد. یک خصوصیت فرق کننده همین منیر حکیم در آن است که او با سخن صحنه ساخت در رادیو. او گویا وقتی که میخوام یگان متن رو یگان چیزی که پیشبری میکردیم اگر ببینم که در قصد صمیمی است و بسیار دلپذیر است، از هوای گویا که یک صحنه بسیار زنده می آفرید. در رادیو صحنه آفریدن راوی بسیار مشکل است، این به هر کس دست نمیتید. اگر به خیرالله ابراهیم این دست باشد، دویم شخصی که از آنها به همون منیره و زیوری قندیل بسیار در این چیز ممتاز است. دیگر اینکه بعد منیره پیش از اون که یگان متن یگان چیز برآمد کرده خواندن شد و هم وقت نصیحت می‌پرسید از استادان، پیش که از نظر آنها می‌گذشت. نطاق شدن در تلویزیون و ادامه فعالیتش رو با دستگیری و همکاری انسان‌های نیک وابسته می‌داند. با تکلیف سیاحت نعمت برنامه های جالب استاد دانیزاده، کریم جان برهانف و بسیار دیگر شخصانی من گمان میکنم شاه ستون های تلویزیون تاجیکستان، اکبر شادمانوی جورایف بسیار کمک کردند. بسیار مصلحت های عبدالسلام رحیمов، استاد بزرگ، همراه بلدی خیلی عاقل و دانا در ساحه تلویزیون، در ساحه کینو، عابد حمیدов، انور تورایف و من سپاسگزارم، منتدارم از تقدیر
در من چنین مهر و محبت را جا نمودن نسبت صنعت بهترین. من گمان میکنم که هر کسی که به من با یک مصلحت، با یک تکلیف مراجعت میکند یا به من نصیحت میکند یا خطاگی های مرا بر رویم میگوید، من او را استاد حساب میکنم. من در حیات ایجادی خود بسیار این خیلی هنرمندای نوتکرار دیگه هستم. خیلی که استاد منیوزوف، در وقتش محمود جان واحدوف، اونها بغیر از اونی که مثلا محمود جان واحدوف اکتوری بسیار بزرگ بود، باید نطاق عجایب بود. به خاطر همونها من منیر حکیموف حساب میکنم، برای که منیر حکیموف یکی از نطاقهای بسیار نوتکرار جمهوری می باشد. نسبت به خود، به مهارت و به هر یک برآمدش در دوبلاژ فیلم ها، رادیو و تلویزیون و چورابینی‌های مختلف سرطلب و جدی است. این است که تا به اتمام رسیدن هر یک کار دائم سرتشویش است. ولی این تشویش مرا باید بیننده و شنونده پی نبرد، میگوید منیر حکیموف. اینچنین دستگیری پیوندانش را در موفقیت کارهایش به اندازه می‌حسابد. حالا اگر من به صحنه برایم، در تشویش هستم، در هراس هستم، باید این هراس باشد، زیرا که وقتی که تو مسئولیت رو در نزد اودیتوری بزرگ احساس کنی، تو باید در هراس باشی، بی‌پروا نباشی نسبت کسبت، نسبت کارت، نسبت سخنت. و مرا یگان کس نگفته است که از این کار دست کش یا از این کار، از این راه بازگرد. برعکس همه دعا میدادن، پیش از همه دعای پدر و مادر بزرگم. بعد اون که من در این فعالیت، در این کار دست زدم، مرا در حیاتم باز یک تقدیر شخص خیلی خیلی فرهنگ دوست، شخصی که مرا همه طرف دستگیری میکند، عائله من، همسر من، شوهر من مرا دستگیری میکردن. و در بعضی لحظه ها، در وقتی که من برنامه های روسی را پیشکش میکردم یا به زبان روسی حرف میزدم، به من کمک میکردن، مصلحت ها میدادن. و من هم منتدار از تقدیرم که چنین شاه ستون خاندان دارم، صاحب 4 فرزند و امروز صاحب 3 نبیره زیبا هستم. از خردگی من هوس داشتم. برنامه های مادرم رو وقتی که تماشا میکردم افتخار میکردم، هوس میکردم که مثل مادرم برنده شوم. بعد از هر یک برآمدم من به مادرم زنگ زده از مادرم میپرسم که چگونه برآمد کردم، چی کمبودی داشتم، برای اینکه مصلحت اون کس برای من خیلی مفید است. و حتی طرز پوشیدن لباسم به من مادرم توصیه میدهند، چی پوشیدن لازم است، چی ممکن است، چی ممکن نیست. راستی که من همه وقت کوشش میکنم که منیر همراه ما باشد، برای اینکه با این هنرمند کار کردن بسیار آسان است. برای چی؟ برای اینکه پیش از همه هنرمند در وجودش یک طبیعتاً یک چیز میگن خداداد، استعداد میدهد. در حقیقت منیر حکیموف زنی با استعداد است، آواز بسیار شیرین و بلنددار. اگر در همین حیات ایجادی خودم اگر زیاده از 100 نمایش‌ها تهیه کرده باشم، قریب 70-80 فایز این برنامه‌های من با منیر حکیموف گذشته است. اون کس در بسیار فیلم های من تقریباً اگر گیره توزر فیلم های بندی قلعه ایف اونجا به یک رول دارن. بعد جنابی 420 راج کپور یک رول کلان. بعد فیلم های بخت در پهلویت تاجیک فیلم. بعد فیلم امریکایی علی و سالتینا همون با اشتراک کردگی این همین هاشا یاد بدارم. لیکن بسیار
تخمینا 50-60% فیلم هایی که من به تاجیکی گردوندم اونگاه اشتراک کرده بودم. شهرت این افتخارمندی، یعنی که چهره تو رو میشناسن، یعنی که تو ذره باشی هم خود رو معرفی کرده توانستی. این مهر و محبتی مردم نسبتی تو از ماست که بر ماست گفتن. تو مهر و محبتت رو به مردم تقدیم میداری، مردم نسبتی تو مهر و محبت بیان میکنن، تو رو دوست میدارن. یکی از خصوصیت‌های خاص مکتب ایجادی و مهارتی بلند سخن آفری منیره حکیمова از آن عبارت است که در ردیف بیان فکر و اندیشه های سالم و سازنده، یعنی باز میتواند برای استفاده درست کلمه و عباره های زبان تاجیکی، یعنی وقتی که این بانو سخن میگویند، سخنها نه تنها شیرین جذاب صدا میدهد، بلکه همچون یک منبع آموزشی از جانب شنوندگان یعنی مورد استفاده قرار میگیرد، برای اینکه طرز درست افاده کلمه و عباره ها این میتواند همچون یک درس آموزش زبان تاجیکی یعنی با شنوندگان خدمت رسانه. باز برای من چنگ صحنه عموما همون پروسس کار برای من خیلی عزیز است. وقتی که به مشق می آییم، یعنی که در تهیه یگان برنامه چاره‌بینی دولتی در تالار نشستن، نظارت کردن از هر یک کاری کارگردان، از هر یک آواز هنرمند، رقص های زیبای و جالب دسته های رقصی جمهوری لذت میبرم و هر یک چنگی که من نفس میکشم از صحنه برای من قوت میبخشد. من که از خردسالی به این آیسته آیسته آمدم، یک و یک بار آن به سری من نآمده است. شاید همین مرا نگاه داشت و من فقط کوشش میکنم که آنقدر بالا سر نبردارم برای اینکه به زمین نزدیک باشم. طوری که میگوین خدا نشان ندهد، لیکن افتادنش آنقدر دردناک نمیشود. منیره حکیمova شخصی خیلی حلیم و مهربان است که دائم لبانش را پر از تبسم می‌بینید. در لحظه‌های اندوهگین بودنش نیز نمی‌خواد از این حالت روحیش دیگران آگاه باشند. باز هم این دشواری می‌آورد، لیکن هست حالت‌هایی که یک نفری می‌ففتد، وفات می‌کند. یک بار من شلاق خوردگی از همین وقتی که استاد لایق شیرالی گذاشتن نیکرولوگ من خوندم. وقتی که همین چیز رو خوندم در همون روز باید ارباب برجسته تاجیکستان دادخدایف گذاشته بودن و من اشک راندم، اشک ریخت، به واسطه از دلم رو یک چیز زیر کرد، اشک گلوگیرم کرد و من چند لحظه خاموش شدم در افیر زنده و این کارو کردم که نبود که من جزا گرفتم از رهبریت، برای اینکه به خطاگی راه دادم. ما باید نیترال باشیم، نشان ندهیم و احساسات خود رو باید نگاه داشت توانست. این هم مهارت است که نگاه داشته توانی. در همون لحظه ها من خطاگی راه دادم، کمی احساسات خود رو اداره کردن نتوانستم و اشک راندم. این هم یک لحظه است و زود درک میکنی که این هم گذرا است و باید حالا وقت هست، حالا فرصت هست که اون رو اصلاح کرده میتوانی. هنرمند همون هنرمند است که وقتی که بالای صحنه میاد همه این چی باید پشت سر باشد، دیگر در این باره فکر نکند. اگر او هنرمند اصیل باشد، اکتورها مخصوص درس است میگذارن، این چیزا رو میدونن، ولی اگر خیر میشد که بعضی واقعهای خیلی وزین است که از اون دیگه بیرون برآمده نمیتونه، خیر یا نمایش دیگر میکنن یا که یگان کس دیگر دعوت میکنن تا از همون حالت برآمدن ای. لیکن اگر در وقت رفت نمایش این چیز باشد، اگر مردانوار باید که این چیزا
با تماشابین باید بیان نکنی که به سر تو یگام ناخوشی آمده است یا خدا نگاه داره یگام فلاکت آمده باشد و منربانی این چیزا از این حالت ها بسیار خوب میبراید. من هیچ فراموش نمیکنم در میدان پایه هیکل اسماعیل سامانی یک کنسرت بسیار با شکوه بود، جشن بود، جشن استقلالیت بود، صحنه آرایش داده شده بود و بعضی جاها خالگی با همون یک متای ازی سینتتیکی از بانر میگیم با همون محکم کرده بود ولی تکش خالی بود و اینها برندگی میکردن و وقت رفتن همون طرز راهرویشون خطا شد و منیربانو بالای همون خالگی قطعی گذاشت، بالاش بانر بود تکش خالی بود، او فرو رفت، اونجا قریب 2 متر بلند بود، فرو رفت. مردم همه اوه گفتن از جا خیستن که چی شد، صحت سلامت. منیربانی به حضور برآمد، از همون زینابایا قدی برآمد، زینا قدی بالا برآمد گویا که هیچی نشده باشد و همین خیلی برآمده رفت. خیلی بود در پشت صحنه خودش به ترتیب آورد و بار دوم صحنه برآمد، مردم علاقه کمتر میخندیدن که این چه خیر شد از این در این 2 متر بلندی فرو رفت. پایان وای بود، اسفالت بود، سمنت بود ولی با گویا که هیچ نشده باشد بالای صحنه آمدن و مردم کف میکفتند. دیگر اگر شاید دیگر برنده میشد، شاید دیگر آدم میشد اگر از حالت میبرامد یا که دوم بار برآمده نمیتونست، میگو من شرمنده شدم. یعنی شخصی مکتب دیده است. مسئولیت شناسی و جدیت در کار سمت مهمی فعالیت قهرمانی ماست. در اجرای تمام وظیفه‌هایی که به دوش میگیرد برایش احساس مسئولیت در مد اول میایستد. در همه اون کارهایی که دست میزنی، در همه اون شاخه های صنعت دست میزنی، مسئولیتی بلند دارد. لیکن از همه مسئولیت بیشتر به فکرم در خواندن برنامه های اطلاعاتی، زیرا که تو پیشبرنده سیاست دولت هستی و در نزد جامعه برآمد کردن، در نزد از طریق تالارهای بزرگ در بیرون از تاجیکستان، زیرا که از قفای تو یکی شاید که از بین هزارها نفر، میلیون ها نفر تو رو انتخاب کردن که تاجیکستان رو معرفی کنی با سخنت، با هنرت و به زبان چی روسی چی زبان تاجیکی باید که اون چنان سخنرانی که تاجیکستان را باز هم بیشتر شناسن. هرچی که گفتیم مسئولیت حس میکنن، شب خواب نمیکنن، آمادگی میبینن و خودشون متن مینویسن. متنی که خودشون مینویسن و دیگه تحریر کردن شرط نیست، اون آزمودن، خطا کرده است نکرده است، ما موضوع میگیم، حالت میگیم چی است و خودشون ایجاد میکنن. یعنی کاری رئیسیارهای، کاری محررهای خیلی آسان میگردانند. از این رو صاحب کسب است، ما دوستش میداریم، احترامش میکنیم، دائم همکاری میکنیم. من یاد دارم سال 97 بود در مسکو روزهای فرهنگی یا خود نوروز دوشنبه در شهر مسکو گذراندیم و برنامه با 2 زبان میرفت و زبان تاجیکی در اول اعلان میکردن و باقی مانده در مسکو همش با زبان روسی. بسیار سطح عالی بود و اون مهمانای رسمی که ما همچه رئیسار اونها خودی کار میکردیم و اونها میشناختن، وقتی که برنامه تمام شد بسیار بهای بلند گرفت. گفتن اینقدر زبان تازه تاجیکی روسی، اینقدر زبان روسی خوب حرف میزنن، یک دختر تاجیک اینقدر با زبان تاجیکی، گفتن ما حیران شدیم. بعد خودی منیربانی صحنه‌زیب هم هستن، یعنی که هنر ارتیستشون خیلی سفته شده است. یک 4 سال 5 سال پیش وقتی که ما در مسکو و پاریس سفر داشتیم، من اون وقت رهبر بدیهی همین گروه بودم، قریب زیاده از 250 نفر ما سفر کردیم در تالار کلان مسکو. راستی گپ با زبان روسی وقتی که مدیر حکیم رو برآمد میکرد، الکه از سخنهای وی تمام مردمی که در اونجا بودن تماشابینا خرسنگ کفکوبی میکردن، زیرا وی بسیار با زبان روسی باشدن بسیار عجایب بوده اما سخن میرساند به مردم. منیر حکیم و به ادبیات و شعر رغبت و احترامی بی‌اندازه دارد. قدری سخن و سخنور رو خوب میداند و همیشه در فعالیتش به بزرگانی سخن تکیه میکند. بعد شعر بسیار نیکو میخوان،
شعرخوانیش هم الکی به دل مردم جا شد. چیزی که راوی اگر خودش فهمیده، درک کرده، به خود هضم کرده خواننده، و البته سخنی که از دل به دل شنیدن میگن همونجا احساس کرده میشه. منیر بعد در حقیقت زحمت کش است، می آموزد، بسیار می خواند، شعر از یاد می کند. دیگر اینکه یک راوی بسیار سابقه دار است و خود را در این جاده کس آدم پیدا کرده یافته میتواند، لیکن باید توانست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. پیوسته در هنر باید کشت. و من وقتی که شعری که به من خیلی نزدیک است، به دل من نزدیک است، میخونم، لذت میبرم و طوری که گفتم در بالا کمی به احساساتم داده میشوم. میتوانم آن را چنان خوانم که خودم گریه میآید، اشک میریزم، زیرا که یعنی که تاثیرش بلند میگردد. در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل، میل دیدن هر کی دارد در سخن بیند مرا. من با ختلان و زرفشانم بلند، با دوشنبه و بدخشانم بلند، من با سنگ کهسارانم بلند، با گل خورشید تابانم بلند. این وطن گهواره و گوری من است، منبری من، تختی من، زوری من است. رودباری قلبی پرشوری من است، جاویدان زین مرز ریزوانم بلند. تاجیکم با تاجیکستانم بلند. نگفته نماند که پهلوی دیگری فعالیت منیر حکیمова این مشق و تمرین‌های دائمی از بالای خود جهت صیقل یافتن مهارت میباشد. میکوشد تا نقصانی را بیننده و شنونده در رفتار و گفتارش، در برنامه و برآمدهایش حس نکند. چند مراتب تکرار میکنی در تهیه برنامه ها، در خواندن برنامه اخبار چند بار تکرار میکنی، میخونی. من در خانه هم بسیار میخونم، در یک خانه، در یک گوشه با میمیکای خودم کار میکنم. نه قشبرانی باید باشد، نه یک چشمک زنی، نه یک پریدن یک طرفی روی یا لب یا کجی لب، یگان چیز نباشد. باید که در یک گوشه از بالای همین کمبودی ها کار کنی. بعد زیبا میبراید، بعد بها میگذارند، بعد مردم مهر و محبت پیدا می، تو سزاوار مهر و محبت مردم میگردی. من تنقید رو خیلی خوب قبول میکنم، آرامانه قبول میکنم. این هم به فایده فعالیت من، به فایده کاری من و در آینده کوشش میکنم که همین تنقید رو من، همین کمبودی خودم رو اصلاح کنم. اگر همون کمبودی جای داشته باشد، همون تنقید جای داشته باشد، اساس داشته باشد. آواز رو صیقل دادن ممکن، شاید که از صحنه‌های بلند برآمد کردن برایش میسر نشود، اما منیر حکیمova با جوانان و نورسان پیوسته ملاقات دارد و همیشه به نفرانی که میخواهند از پی او روند مصلحت‌ها میدهد. من خودم سرفم نمیرفتم زیرا که کودک هستم. نیت‌های زیاد دارم و میخواهم که به نزد شما همچون شاگرد نزد شما هم اگر شما اجازه دهید. بله البته، مرحمت. من با جان و دل همون شخصی رو حرمت میکنم که اگر آرزو داشته باشد، مقصد داشته باشد. شما در همون سن و سال هستید که همش در پیش است، لیکن از حال حاضر انتخاب کردن در کار مقصد گذارید. بعد همیشه تلاش ورزید، کوشش کنید. من کمک خود را حتما میرسونم. تشکر زیاد. مرحمت. نطاق سخنی برا داشته باید دانش بلند داشته باشد، سخنی برا داشته باشد، زبانی برا داشته باشد، هم حاضر جواب باشد، هم از سیاست، از تمام ساحه های گوناگون تاجیکستان با خبر باشد، یعنی که پیوسته در جستجو باشد و از بین، برای همین آزمون ها تشکیل میکنن و از بین هزارها نفر داوطلبان، شاید که از بین هزارها نفر
یک نفر پیدا شود، زیرا که بسیار مسئولیت، بسیار یک کسب پر افتخار و سر مسئول است، نه به هر کس سزاوار میگرد. بعد یک چیز باید گویم که اصلا این مردم زیاد هم نباید باشند. مردم یعنی که این هنرمندا کمی در کم هستند. خب سیمای ظاهریشان بسیار زیبا است، قد و بستشان بسیار زیبا است و ذوقی بلند لباس پوشی دارند، یعنی که از حد نمیگذرانند، یعنی که همه چی در معیار است. برای چی ما مثال منیره بانی دوست نداریم؟ برای چی دعوت نکنیم؟ در طول فعالیتم یگان روز نبود که من تنها باشم، یگان روز نبود که من بیچاره بینی باشم. من پیوسته در مشق هستم، یا در دوبلش هستم، یا در تیار نمودن برنامه کنسرتی هستم، یا در حالا که من رهبر کاخ جامی هستم، در بین مردم هستم. یگان روز نبود که من بی مردم یا بی جامعه نباشم. نمیتوانم خود را تصور کردن و روزی هم نشود که من بی جامعه مانم، در بین مردم نباشم. نمیدارم. بعدی که معرکه یا محفل بود میشود، آرامی فرا میگیرم، میگم که آرامی هم چیز خوب بوده است، خاموشی هم چیز خوب بوده است. از اون برد و باخت فرزندانم، از این در این جامعه که هر کس باید موقع خود را، مرتبه خود را، جای خود را پیدا کند، از این افتخار دارم. افتخار دارم که ذره باشد هم اگر به مردم با لفظ شیرین تاجیکی سخن رانده توانم، به دل آنها شادی نشاط عطا کرده توانم، آنها را از پشت خود با سخنم برده توانم، به آنها دنیای زیبای فرهنگ را بار دیگر گشاده توانم، به دنیای زیبای صنعت دعوت کرده توانم. و پس آن است که یعنی که تو در این جاده، در این زندگی بیکاره نیستی، تو سزاوار یک چیز شده ای، مهر و محبت مردم. این است بزرگی هر یک شخص اگر در دل و دیده مردم جا گرفته توانی. وطن تو سرنوشت من، فقط توی بهشت من، تو هم مدار و هم تبار، تو اصل من، سرشت من. چرا نبالم ای وطن به آب و خاک و کوهی تو؟ چرا نکوشم ای وطن به نصرت و شکوهی تو؟ برای تو به نام تو نمازم ابتدا کنم، به حفظ ننگ و عار تو قسم که